جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. به اسلام روی آوردن طلحه ابن عبیدالله خداوند از او راضی باد. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام، رئیسان قریش در دارالندوه که مجلسگاه آنها بود جمع آمده بودند. ضربه را که ابوبکر خداوند از او راضی باد با پذیرفتن اسلام به آنها وارد ساخته بود، سبب جمع آمدن آنها گشته بود. از این رو از زبان مشرکان سخنان ناسزا مثل زهر از نیش کژدم می‌ریخت. مقصد از جمع آمدن آنها مشورت در خصوص ابوبکر بود. نتیجه آن مجلس چنین شد: بعضی‌ها گفتند نفری را وظیفه‌دار باید کرد تا ابوبکر را از دین نو بگرداند و دوباره به سوی معبودهایمان دعوتش نماید. با این مقصد طلحه ابن عبیدالله که مرد خیلی دانا و سخنوری بود، همراه گروه از طرفدارانش به نزد ابوبکر آمده فریاد نمود: ای ابوبکر، برخیز و به سوی من بیا. ابوبکر گفت: به سوی چی مرا می‌خوانی؟ طلحه گفت: به سوی پرستش لات و عزی می‌خوانمت. ابوبکر گفت: لات کیست؟ طلحه گفت: دختر خداوند. ابوبکر گفت: پس مادر آنها کیست؟ این هنگام طلحه را خاموشی فرا گرفت. لبانش از حرکت باز ماند و کلمه از زبانش بیرون نبرآمد. پس ابوبکر خداوند از او راضی باد به سوی یاران طلحه که همراه او برای دعوت ابوبکر آمده بودند روی آورده گفت: به دوستتان برای پاسخ به این سوال کمک نمایید. یاران طلحه را خاموشی وهم‌انگیز فرا گرفت و چیزی در جواب گفته نتوانستند. طلحه به سوی یارانش که پریشان خاطر و روح افتاده بودند نگاهی طولانی افکند و بار دوم به سوی ابوبکر ندا کرده گفت: برخیز ای ابوبکر، برخیز. البته من گواهی می دهم که نیست معبود مگر الله و شهادت می دهم که محمد پیامبر خداست. ابوبکر خداوند از او راضی باد از جای برخاست و دست طلحه را گرفت، او را به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برد. بله برادر و خواهر ایمانیم، این یکی از بهترین هدیه ها از جانب ابوبکر به دوستش طلحه بود. یعنی ابوبکر سبب ایمان آوردن طلحه گشت و امروز بسیاری از یار و برادران ما محتاج چنین هدیه هستند. ما باید آنها را به سوی اسلام دعوت بکنیم. ما باید آنها را دعوت بکنیم که تا آنها به فرموده های خداوند عملی بکنند. اسلام را نه تنها دین قلبی بلکه دین عملی و در عملهای خود اثبات بکنند و قرآن را دستور عملی خود قرار بدهند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.